شما فرض کنید یک وبسایت رو داری توسعه میدید که نیاز به دیتابیس، ردیسلری اینا داره، اصلا مهم نیست اسم اینا چیه، نیاز به 3-4 تا سرویس داره که رو سیستمتون در حال اجرا باشه. اکثرا افراد میان رو سیستم، نرم افزار رو میزنن روی اجرا داخل یه ترمینال یا هر چیزی، بعد دیتابیس ها میارن بالا اجرا میکنن، بعد اون دو تا چیزی که میخوان اجرا میکنن، تازه شروع میکنن به کد نویسی. دوباره سیستم خاموش، سیستم روشن، همه اینا رو بیار بالا. خدا نکنه یه روزم یکی از اینا به مشکل بخوره، مخصوصا روی ویندوز که خیلی از اینا به مشکل میخوره. بچه‌ها این روش‌ها منسوخ شده است در روش‌های جدید که جدیدم خیلی نیست عادیه، شما بعد یه هست بعد از اینا استفاده بکنید. ولی خب متاسفانه هنوز خیلی‌ها مطلع نیستن. شما میایین از داکر استفاده میکنید. داکر چی کار میکنه؟ داکر میگه آقا نه یا دیتابیس رو روی سیستم خودت نصب کن که اگه ویندوزت فلان مشخصات داره ارور بده، یا اگه فلان تنظیما نکردی کلا نرم افزارت به فنا بره. من یک نرم افزاری ام، داکر میگه یک نرم افزاری ام که خودم در یک فضای ایزوله بدون وابستگی به سیستم عامل دیتابیس میارم بالا. یعنی مهم نیست شما روی مکید یا روی ویندوزید یا روی لینوکسید یا اینکه نسخه سیستم عاملتون چی، اصلا مهم نیست، خودش یک فضای ایزوله براتون میاره بالا. ما به اینا میگیم کانتینر. خب نرم افزارتون هم میارید بالا، سلری هم جداگانه میارید بالا، ردیس هم جدا، تمام اینها روی داکرن. و وقتی یک برنامه‌نویس میخواد اینا رو بیاد بالا و باشون استفاده کنه، بچه‌ها یه خط کامند میزنه آقا داکر شروع کن، یا همون دستور داکر کامپوز، میگه داکر کامپوز اینا رو بیار بالا، همه رو با هم میاره بالا، همه به هم وصل میشه، شما شروع میکنید به برنامه نویسی. حالا آیا این فقط در هنگام برنامه نویسی به درد میخوره؟ خیر، شما وقتی که میخواید این نرم افزار رو آنلاین بکنید در روش قدیمی، بچه‌ای که تست کردن میدونن یهو شما یک هفته درگیر اینید که آقا من اینو چطوری بیارم بالا، آوردیدم بالا، هی استرس میگیرید، حالا این نکنه خراب شه، نکنه دیتابیس از دسترس خارج بشه، نکنه به مشکلی بخوره، در حالی که تو روش جدید همه چی داکره. داکر بهتون گفتم چیه؟ ایزوله است. همینا برمی‌دارید میبرید رو سرور، یه اجرا میزنید، سایت میاد بالا. این میشه قدرت داکر. توی پیجم برنامه نویسی رو از 0 تا 100 بدون پیش نیاز به یاد میدم، فقط کافیه منو فالو کنی. هر سوالی داشتید کامنت ازم بپرس.